ما داریم میریم لیک تاهو، اما یه جای جدید از لیک تاهو، یه جایی داریم میریم به اسم مانتن تالاک که در واقع کوهنوردیه و یه قلعه وایکینگ هم نزدیکشه. ببینیم حالا موفق میشیم بریم ببینیم یا نه. فقط خیلی دیر راه افتادیم، قرار بود 8 صبح راه بیفتیم، 9 راه افتادیم. خیلی طبیعیه. الان هم انقدر صبحونه خوردیم جفتمون داریم میترکیم. رفتیم برای اولین بار پنکیک خوردیم، غذای ملی آمریکا. خیلی سنگین بود، دارم منفجر میشم. منم اصلا اسم غذا میاد حالم بد. تازه 2 نفری یه دونه گرفتیم، نصفش هم نتونستیم. تازه من این جاده رو خیلی دوست دارم. خیلی قشنگه. این چالوسه. مثلا که میاد توش ابی هم پخش میشه. اصلا اتوماتیک ابی. دورای سبز بود. آبی سرده؟ آره و همون نمیشه رودخونه چالوس قابل تحمل. تنگ واشی بهتره یا اینجا؟ وای تنگی واشی نه بابا اینجا قشنگ الان وایس تنگی واشی. روختونه کشف کردیم، اسمشو میخوایم بذاریم آتش و مریم. آتش و مریم ریده. فقط به جای آتش و مریم باید بگیم آتش مریم. یا من الان گاز نمیدم، این پامه. علی مواظب خودش داره، یا که خودش تنظیم کردم خودش میره. این که اصلا این کلاچ خیلی وقتی چی اینم دیگه گازم آورده دیگه تو ماشین ما گازم از رده خارج شده. چیزام ول می‌کنی، فرمونم ول می‌کنی، کنترلشو میزنی خودش میره، میخوابی پشت فرمون راه. دور هم دیگه. یا پام اینجاست، یا که این پای گاز. پای گاز. دستش هم عملاً به فرمون نیست. حواسم تو زور رانندگی نیست. داره خودش میره. مردیم دیگه خداحافظ. نه دیگه آقا هایویش هم خلوته. الان میرسیم به جاده، بکش پایین. الان میرسیم به جاهای قشنگ جاده. خب اینجا نزدیک همون کوهیه که داریم میریم، یعنی جاده همونجاست. جاده دایی اکبرشونه. آره جاده دایی اکبرشون میگم 2-3 دقیقه دیگه میرسیم به محل اصلی. کوه نمیره، میره به محل دریاچه. بعد خودمون دیگه باید پیاده بریم. هوا هم فعلا که هوا خیلی خوبه. ما الان اومدیم اینجا که چیز کنیم، بریم دم دریاچه، بعد بریم کشتی، بریم کوه. اینم اما خب یه چند تا مشکل داره. یکی اینکه کیسه یخمون پاره شده، همینجوری از یعنی بردیش که دیگه چرا دیگه نمیتونیم یخ بیاریم. بعد موبایل من باتری نداره، مجبورم خاموشش کنم. موبایل مریم هم که باتریش 50%. اینجا هم بلد نیستیم. مریم هم لباسش نه جیب داره نه کیف داره، اگه سوئیچ ماشینی نداره، الان اگه چیز بشه چیزی باید وایس تا من بیام. خرس میخوره. بعد دیگه اینجوری حالا دیگه اگه ما رو ندیدین دیگه حلال کنید. آخرین تصاویرم از ما ببینین، شاید اینجا خرس ما اومدیم اینجا دریاچه هست، ملت اینجا دریا اینجا مثلا نشسته جست گرفتیم ازش عکس بگیریم رفت روی فیلم. اینجا ساحل لیک تاهوه. ما پارسال یه سمت دیگه یه ساحل رفته بودیم که اسکلم شما اومدیم یه جای دیگه. در واقع اول می‌خواستیم بریم ماونتین تالاک کوه، بعد بریم ساحل، اما اینجا دیتامون اینترنتمون آنتن نمیداد، مسیر کوه نتونستیم درست پیدا کنیم. علی هم مسیرشو آفلاین سیو نکرده بود. هیچی دیگه
اومدیم دیدیم وقتمون داره تلف میشه مستقیم اومدیم بیچ که میبینی لیوان جدیده. از بس که مدیریت مسافرتمون قوی بوده نه لیوان داریم، نه کلمن داریم، نه یخدون داریم، نه باتری شارژ موبایل داریم، نه اینترنت داریم، نه مسیرمون رو میدونیم کجاست. همینجوری خوشیم اومدیم. پتومت لورل هایدی. اینم اولویه است. خیلی خوشمزه. همین این خوبه دیگه میخندیم. دور دندو واکن. این کاسه رو من فلاکسمون رو توی ماشین جا گذاشتم. توی این کاسه که میوه بود یخ ریختیم توش، نوشابه ریختیم، داریم به سبک ژاپنی ساکی میخوریم برای اینکه گرمه دیگه. ساکی انقدیه. این بهتره لورا. مایو بپوشم. راستی مایو هم نپوشید. راستی یه چیز خیلی جالب من نشونتون بدم. اول فعلا شما مایو داشته باشین تا من یه چیز خیلی جالب نشونتون بدم. میکنه این آدمای اینجا این دریاچه است در سکوت و آرامش پرنده‌ها، کلاغ‌ها اینا. و یکی از امکانات بسیار چیزی که مناسب امکانات بسیار مناسب مخصوص ساحل که من استفاده کردم این کفش‌های مخصوص ساحله. اینا برای ساحله. ما اول قرار بود بریم کوه. دیتامون اینجا آنتن نمیداد، کوه پیدا نکردیم. اومدیم بیچ. واسه همین علی این کفشا ببین اون کوه رو پیدا نکردیم. کوه. اونم علیه ماش. خدا از اون بالا بپره. اونم فضاشه. آبش خیلی زلاله، شنش خیلی قشنگه، آبش خیلی سرده. من تو کمر بیشتر نرفتم تو آب. هرچی علی گفت بیا تا گردن تو آب نرفتم چون آبش خیلی سرده. این که میبینین تو آب علیه. خود بره بالای این از اون بالا شیرجه بزنه. این حالا موفق میشه بره بالای یا نه. من الان تو آبم داره باد میاد دستم داره میلرزه. علی موفق شد که بره بالا، اما من از اول موفقیتش فیلم نگرفتم چون گفتم شاید فیلم طولانی بشه. بعدم یه لحظه حواسم پرت شد از اول موفقیتش فیلم نگرفتم، اما الان داره میره بالا. این بالاخره میتونی بره از اون بالا شیرشو بزنی یا نه؟ بیا افتاد تو. این علیه بعد از شنای فراوان اینجا ولو شده. خوب بود؟ خب یه ذره دراز بکش، چشاتو ببند. تو باید بشین. حتما بخواب یه ذره. دستم درد گرفت خیلی دارم. تو مجبور بودی؟ ساحل خلوت شد همه رفتن. اینو من نمیدونم لکلکن اردکن. پدر منو در آورده همینجوری اینجا جلون میده. من اومدم یه ذره زیر آفتاب دراز بکشم. من اومدم زیر آفتاب یه ذره دراز بکشم، اومدن سمت من گفتم الان نوکم میزنن. جهیدم. یکیشون هم که من رفت نشست رو کیف من. آقای دریایی نگاه کن اون برو بگیر. این مرغای دریایی و این اردک مردک‌ها همینجا اینجا واسه خودشون قدم روان. اینها یکی دیگه بنداز. الان دعواشون میشه. وای علی به خدا نوکت میزنن الان. علی داره به
اردکن قازن لکلکن نه لکلک نیستن یا اردکن یا قازن نمیدونم من تشخیص نمیدم. انگشت چرا میگی؟ داره بهشون گردو میده. الان من میترسم گازش بگیرم. خب انگشتش قطع شه. الان گاز گرفت. انگشتت قطع میشه. آه بیا دیدی انگشتمو گرفت. بعد ما روی این شنا که اینا راه میرن میخوابیم. الان بریم خونه بعد بریم خودمون ضد عفونی کنیم تو همون. انگشت علی به خدا گازت میگیره. خب گاز گرفت الان هیچی نشد. واقعا ما رو شنایی که اینا راه میرن میخوابیم. مریم واقعا کتک میخوای؟ راست میگم دیگه. الان باید بریم خونه خودمون ضد عفونی کنیم. اون یکی هم اومد. جواب اونم بده یا وای. علی من میترسم. با اینا همه ما رو محاصره کردن. من الان قبض روح میشم. وای. وای یا خدا. یا امام رضا. علی من دارم قبض رو میشم. بی خیال شو. گردوامونو همه داد اینا خوردن. خب از خودمون چی؟ حالا تحویل بگیر علی آقا. حداقل ریز ریزش کن به همشون برسه. من از همین فاصله میتونم لمس کنم. از نزدیکتر بیام دیگه قبضه رو. هرچی آذوقه داشتیم علی داد اینا خوردن. موز، گردو، تخمه. دیگه چی داشتیم دادی؟ گیلاس. همه رو داد اینا خوردن. سهم موز خودشو داد اینا خوردن. من دیگه علی سهم موز نداره. بقیهش من میخورم. اینا رو دور خودش جمع کرده بهشون غذا میده. دو تا موز کامل، 10 تا گیلاس، یک عالمه تخمه و گردو رو علی داد اینا خوردن. سهم موز خودشو که داد اینا از سهم موز منم نگذشت. مال منم داد اینا خوردن. جاده برگشت همون جاده بود که اومدیم الان برمیگردیم. اما چون الان عصر هوا هم خیلی عالیه جاده قشنگ‌تر هم شده. از 3 تا جایی که می‌خواستیم بریم فقط یه جاشو رفتیم. فقط رفتیم بیچ. بقیه جاها موند. من رفتم ساحل. یک عکسایی گرفتم از مریم فقط نمیذاره بذارم. میگه ناموس. اینترنت